سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یک ویدیو دیگه در خدمت شما هستم با نامه‌نگاری آیلتس. تو این جلسه میخوام راجع به نامه‌نگاری شکایت با شما صحبت بکنم که توی آیلتس من چجوری میتونم یک نامه شکایت مناسب و نمره بالا رو بنویسم. ببینید دوستان، نامه شکایت توی آیلتس به این صورت هستش که شما باید به یک فردی یا یک نهادی از یک سرویس بدی که به شما ارائه داده شکایت بکنید. حالا این فرمتی که من جلسه پیشم گفتم تو 7 مرحله باید این نامه رو تنظیم کنم رو خدمت شما توضیح میدم. ببینید دوستان، نامه شکایت به انگلیسی میشه complaint letter. اوکی؟ complaint اسم هستش و اگر بخوام که به صورت فعل بنویسم میگم complain. اوکی؟ و حرف اضافهش هم about هستش. توی آغاز نامه میتونم بنویسم I am writing to complain about حالا هر چیزی. ببینید این 7 مورد خیلی مهمه تو نامه شکایت. مرحله اول عنوان و سلام هستش که شما با dear حتما باید شروع بکنید. اگر که فرد رو نمیشناسید dear sir یا مدام میزنید. اگر هم که میشناسید اسم فامیلیش اونجا مینویسید. مثلا مینویسید dear Mr. مثلا جانسون و کاما. تو مرحله بعد شما باید یک جمله آغازین بنویسید که تو این قسمت نامه باید هدف رو مشخص بکنید که چرا من این نامه رو دارم مینویسم. خب طبیعتا برای شکایت این نامه رو مینویسم که شکایت بکنم دیگه. و چیزی که مهم هستش مستقیما مشکل رو بیان کنید. تو همون خط اول شما در مورد چی دارید شکایت میکنید اینو باید حتما اینجا بیان بکنید. مثلا بگین که I am writing this letter to complain about مثلا a phone, about مثلا your room in the hotel. اوکی؟ شما بعد از این باید حتما مشکل رو مستقیما بیان کنید که برای چی می‌نویسید. این this letter رو داخل پرانتز گذاشتم به خاطر اینکه میتونید بیارید و میتونید هم نیارید، آپشنال هستش. مثلا بنویسید I am writing to complain about حالا هر چیزی میتونه باشه. بعد از این مرحله، بعد از جمله آغازین که یک جمله هستش، من میام جزئیات مشکل رو میگم. جزئیات مشکل مثل تاریخ، شماره سفارش، اگر که مثلا یک جنسی رو خریدید یک شماره سفارش فرضی رو مثلا بگید، مثلا order number مثلا 1 2 3 حالا هرچی، یا مدل اون مثلا سرویسی که گرفتید. مثلا من یک گوشی آیفون مثلا 16 گرفتم با این مشخصات. اینجا جزئیات مشکل رو توی یه جمله بیان میکنید. مثلا بگید the phone I purchased on 21st July overheats within 10 minutes of use. من تلفنی که خریدم توی این تاریخ بیش از حد گرم میشه در عرض 10 دقیقه. اوکی؟ شما ببینید اینجا من لغت فرمال استفاده کردم purchased به جای اینکه بگم bought. اوکی؟ و از تاریخ استفاده کردم اینجا. این جزئیات نامه شما هست دوستان، اینو باید رعایت بکنید. تو مرحله بعد بیاین تأثیر مشکل بر خودتون رو بگین. مثلا خب الان که تو 10 دقیقه این خیلی گرم میشه چه تأثیری رو کار من داره، چه تأثیری رو من داره. شما میاد مثلا میگید this issue، این مسئله has disrupted my international cause، این مسئله باعث شده که من تماس‌های بین‌المللی ما از دست بدم و باعث دردسر زیادی شده، یعنی causing significant inconvenience. از اینکه تأثیر مشکل رو روی خودتون یا روی مثلا روند زندگیتون عنوان کردید، میایین درخواست راه حل میدید که فرد برای شما چیکار بکنه. مثلا بیاد مثلا پولتون رو پس بده. اوکی؟ من اصلا از این جنس راضی نیستم، پولمو پس بده لطفاً. I request a full refund within 7 days. طی 7 روز آینده به من کل پولمو پس بدید لطفاً. اوکی؟ این هم درخواست راه حل هستش. تو مرحله بعد میایین جمله پایانی رو می‌نویسید، یک خط کافیه. مثلا بگین که من منتظر پاسخ سریع شما هستم. I look forward to your prompt response. بچه prompt اینجا یعنی سریع هستش، به معنای سریع هستش. و در نهایت هم امضا میکنید. مثلا فرد رو نمیشناسید، با yours faithfully تموم میکنید و کاما و اسم و فامیلیتون هم در پایان قید میکنید.
دوستان وقتی من یک نامه شکایت رو می‌نویسم باید توجه بکنم استایل نوشتن من چجوری باید باشه، چه نکاتی رو باید در نظر بگیرم که بتونم نمره خوبی بگیرم. اگر که من به طریقه مثلا خیلی اینفورمال و غیر رسمی بخوام اینو بنویسم، شاید یک کلماتی یا عبارتهایی به کار ببرم که به نظر طرف توهین‌آمیز باشه. اوکی، من سعی میکنم که مؤدبانه بنویسم و اینکه احساسی هم ننویسم. مثلا چی احساسی؟ مثلا بگیم من خیلی خیلی عصبانی شدم از این مسئله، نمیدونم حتی گریم گرفت. این جملات رو لطفا ننویسید توی رایتینگتون. بعدی که زبان آموزا دارن این که کلیگویی میکنن. مثلا میگن که آقا غذا خوب نبود. خب طرف میگه چیه غذا خوب نبود؟ مزهش خوب نبود، مثلا بوی غذا بد بود. شما اینجا نباید کلیگویی بکنید، سعی بکنید که قشنگ مشکل رو توضیح بدید. و در مرحله بعدم خیلی از دوستان درخواست مشخصی نمیکنن، مثلا میگن آقا این مشکل رو برای من حلش کن. خب طرف میگه خب من چجوری اینو حلش کنم؟ شما باید بگید مثلا پولمو پس بده، یا یه قسمتی از پولمو پس بده، یا مثلا اگر بار دیگه اومدم به هتل شما مثلا از من پول نگیرید. شما درخواستتون حتما باید مشخص بشه. بچه این موردهایی که نوشتم رو سعی کنید که رعایت بکنید، توی نامه ننویسید. لحنتون توهین‌آمیز نباشه، احساسی نباشه، از کلیگویی پرهیز کنید و همینطور که درخواستتون باید مشخص باشه. اینو تو یک مثال من اجازه بدین بهتون نشون بدم. ببینید این جمله رو نگاه بکنید. Your hotel was dirty and the staff were rude. I want my money back. اگه نگاه بکنید این جمله مناسبی نیست. حد اکثر نمره 5 توی آیلتس بگیره. اوکی، مثلا از لغات ساده مثلا dirty استفاده کردم، مثلا گفتم کارمندان شما بی‌ادب هستن. خب یک لحن توهین‌آمیز همراهش هستش. و اینکه I want my money back، پولمو پس بدید. این هم جمله حالت امری هستش که با مثلا علامت تعجب گذاشته اینجا که مثلا بگه آقا سریع پولمو پس بدید. خب این جمله مناسبی نیست. اوکی، حالا ببینیم جمله مناسب‌تر من چجوری میتونم بنویسم. البته این یک مثال هستش و میتونید اینو شما تغییر بدید. مثلا بگید I was deeply disappointed، من شدیداً ناامید شدم by the unclean conditions. اوکی، شرایط کثیف، به جای اینکه مثلا بگم که dirty بگم آقا unclean بوده. بار این خیلی مثبت‌تر از اینکه من بیام بگم که dirtyه. مثلا مشخص کنم in room 201، قشنگ جزئیات رو میگم. and the unprofessional behavior، به جای اینکه بگم رود بودن، بی‌ادب بودن، رفتارشون حرفه‌ای نبوده. و در مدتی که من اونجا بودم دوباره تاریخ گذاشتم، ماهش رو گذاشتم. خب حالا I want my money back میشه چی؟ I request a full refund، من از شما تقاضای اینو دارم. این جمله خیلی محترمانه تر از این جمله است. ببینید دوستان I request a full refund of 100 pounds within 7 days. دوستان قشنگ مشخص کردم که طرف باید برای من چیکار بکنه. قشنگ توضیح دادم که در عرض 7 روز این مقدار پول رو به من پس بده. من اینجا رو با پوند می نویسم یا پوند انگلیس می نویسم. دوستان یه نکته میخوام بهتون بگم، اینه که سعی کنید که استایل بریتیش رو یاد بگیرید برای نامه های آیلتس. خب یک ایمپرشن خوبی برای اگزامینر داره. من مثلا میتونستم اینجا علامت دلار رو بزنم ولی نوشتم پوند. اوکی، شما این پوند رو یاد بگیرید. توی اسپل کردن کلمات مثلا behavior اینجا توی امریکن یو نداره ولی من توی بریتیش یوشو میذارم. مثلا کالر که مثلا توی امریکن یو نداره ولی توی بریتیش یو داره. سعی بکنید که اسپل کردنشو و اینکه چه نشانه هایی رو من میتونم توی بریتیش بذارم و رعایت بکنید توی نامتون. یک مثال دیگهش مثلا ارگانیزیشن هستش که توی اسپل بریتیش من با اس می نویسم organization، اوکی، ولی توی مثلا امریکن با زد می نویسم. اینو دوستان رعایت بکنید که نمرتون یه بخش قابل توجه بیاد بالا. خب دوستان امروز راجع به نامه شکایت توی آیلتس صحبت کردم باتون، چجوری میتونم من نامه خوب بنویسم و نمره 7 به بالا رو بگیرم.
نکاتی که مهم بود این بود که احساسی ننویسم، با عصبانیت ننویسم، لحن محترمانه توی نامه داشته باشم و چه نکاتی توی جمله بندی من مهم هستش. انشالله جلسه بعد یک نامه کامل شکایت رو با هم کار میکنیم. نکات خدمتون عرض میکنم. متشکرم که با من همراه هستید. کانال من رو لایک میکنید، سابسکرایب میکنید و به دوستانتون معرفی میکنید. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.